درود دوستان عزیز، نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل را با سخنسری گزارش‌های داخلی آغاز می‌کنیم. صحیفه جهانی فوتبالی توجیکی کرده می‌نویسد که به نزدیکی میان بختیار قلندروف و ریگر تدازی شهر ترسونزاده قرارداد همکاری یک ساله به امضا می‌رسد. بختیار قلندروف تا این دم در بررسی دسته حاصلات قرار داشت، اما پس از گذشت وقت جانب‌ها به سازش نرسیدند. بازیگر منتخب تا 20 ساله تاجیکستان مهربان کریموف که در رقابت‌های تاشکند به مثال بازیگران دیگری تعریفی همان چمپیونات را با انجام مرحله گروهی جنبست کرده بود، من بعد در وطن ساکاشویلی تکمیل مهارت می‌کند. قرارداد همکاری میان دفاعگر 19 ساله تاجیک و دسته سمگورال گرجستان با مهلت 3 سال به امضا رسید. یکی از کهنسال‌ترین فوتبالباز در تاریخ مسابقات قهرمانی کشور همکنون از صحنه فوتبال بزرگ دور می رود و شروع از این موسم به حیث دستیار سرمربی دسته فیضکند جلال‌الدین مجیدوف فعالیت می کند. اینجا گپ سر محمد علی صادقوف می رود. این بازیگر بر زمین مسند طولانی ورزشی باشگاهی داشتنش با پیراهن تیم ملی کشور 21 مرتبه به میدان رفته، سال 2006 در بنگلادش با راهبری شریف نظروف در هیئت دسته منتخب تاجیکستان قهرمان جام دعوت آسیا گردیده است. وقتی گپسری یاوران سرمربی باید اعلام نمود که جامی خان محیدینوف یاور سرمربی دسته پرواز تعیین گردید. در گذشته همچون فوتبالباز در این دسته هنرنمایی کرده سال 2007 جام تاجیکستان را به دست آورده بود. همچنین باید علاوه کرد که مولانا اسماعیلوف چون بازیگر جدید تیم پرواز معرفی گردید. مولانا موسم گذشته شرف دسته روشن ظفرآباد را حمایت می‌کرد. دسته پرواز از به امضا رسانیدن قرارداد همکاری با ایرج رجبوف، امید اودینایف، دیوربک مراوفوف، دلیر مخاتوف، همه روشن ظفرآباد، پرویز عزتشویف از هیئت جوانان دسته خوجند، امیربک جورایف و کامیل جباروف از دسته گلستان خبر داد. علی نورنیت بیکوف که دستپروری مکتب فوتبال پرواز می باشد پس از چند سال دیگر باره به دسته برگشت. دسته همچنین با یک چند از بازیکنان خود به مثال عبدالرشید میرخلیقوف، رنجید یورماتوف، غفورجان مدامینوف، عبدالرحمن بردیف و جورابای ایسایف قراردادهای همکاری را تمدید کرد. اینجا به طور خلاصه باید گفت که اگر سرپرست این تیم شرکت سامان ایر باشد، دقیقاً این دسته به مثال نام خودش پروازی بلند خواهد داشت، ولی تا به حال حتی چنین مرغ تنها در حدود منطقه خویش پرواز دارد و خلاص. سابق بازیکن دسته ارتش ایدن اکران علاقه دوام چند روز است که در صف تمرین‌های روشن مورد بررسی قرار داشت و اخیراً چون بازیکن جدید روشن کولاب اعلان کرده شد. مهلت قرارداد همکاری در لیگ عالی فوتبال تاجیک با بیشتری بازیگران را حتی خرسی نوکک از خواب زمستانه بیدار شده هم میداند که به قول نویسندگان هفته‌نامه SSSR اکورات 1 سال است. بر زمین خبری برآمد که روشن کولاب ادامه همکاری با بازیگران خارج ایوان کاشکاش و زاور چمبا را بعد نگذشتنشان از مرحله سنجشی روا ندید. اینجا البته که چنین خلاصه ها از روی نتیجه های کسبیت برآورده شدند و احتمالاً هیچ بویی که دست به مشام نمی رسد. حمله دسته های به قول تاپ بعد استقلال به دیناموی پریشان شونده خود دوادوی پرکروفری میزاجان را وقتی تخفیف های سالنوی اشن در دوشنبه مال را به یاد می آورد. هرچند که بیشتری دیناموچیونی جوان را روشن از کلا به قول اوسپیت کرده گرفت، افسران هم یک نفر را توانستند به تیم خود برند. اینجا گپسری بیژن نشان بایزاده می رود که کلوب مرکزی ورزشی ارتش نه تنها با او قرارداد همکاری تا آخر موسم نوشته کرده است، بلکه حتی می تواند برایش بلیط حربی هم وعده کند. حجتی که برای جوانانی در ناخنک وطندارمان حجتی از همه قلبی گردیده است. وقتی جنبستی سخنسری ترانسفرهای داخلی یک چیز را میخواستم در حلاهیدگی اشاره کنم. فعالی ترانسفری روشن کولاب به همگان معلوم است و حتی حاصلاتی دوباره حیا گشته و فیضکند یک پای در کریزیس هم بازیگران نو می آورند، ولی دسته چهارم موسم قبلی با نام بزرگی ختلان در بازار فوتبالی میهن کلاً به فراموشی رفته است.
باشگاه فوتبال ختلان را هم ضرور است که به مثال روشن کلوب که از پشتیبانی بازار حاجی شریف و ایم گروپ پرثمر استفاده دارد و دسته پرقوت آن سوی نقد باشد، کارش به خودش هست. به قول سرپرست یا به زبان ساده فهم کریشه پرقوت را باید بیابد. ممکن فرصت آن رسیده است که از تجربه نفران کلیدی غریب شو کمپانیا کار گرفته اخیراً به نفری معروفی با نسبی بابا جانوف یا خود رحیم غرمی مراجعت کنند. اکنون میگذریم به ترانسفرها با اشتراک تیم‌های خارج. تیم واتفوردی در میانه جدول چمپیونشیپ پیشین‌آور مربی خرواتی سلاوین بیلیچ را از وظیفه سبکدوش کرد و به جایش کریس وایدل را سرمربی تعیین کرد. این هم در حالی است که واتفورد در زینه 11 چمپیونشیپ قرار دارد. باشگاه لیگ از روی نفوذ دوم انگلیسی مربی را از کار آزاد نمود که در پریمیر لیگ انگلیا وست هم یونایتد و وست برامویچ آلبیون را تمرین داده در کشور زیر آسمانی بیزین گوان را درس فوتبال میداد. واتفورد باشد وقت را برای بیلیچ در 8 بازی اخیر تنها 1 مرتبه پیروز شده توانست. مربی نوین تیم کریس وایلدر باشد ماه یونی سال 2019 شرطنامه 3 ساله با شفیلد یونایتد نوشته کرده بود، ولی 13 مارس سال 2021 با رازگی طرفین شفیلد را ترک نمود. بعداً باشد وایلدر چون مربی در میدلسبرا کار میکرد. در ادامه موضوعهای بازاری فوتبال همین را گفتنیم که مسی مسافد هم شده باشد تا حال در قیاس به جوانان در صف پیش قرار دارد. مثلا از نگاه ارزش ترانسفری مسی گرانترین فوتبال باز گردید که به پول دستش را عوض کرده است. از روی گپ‌های دیگر مسی گرانترین فوتبال باز آزاد بوده در نروما در زینه دوم علاوه مقامداری زینه سوم است. از روی حساب و کتاب سامانه ترانسمارکت ارزش بازاری بازیگر ارژانتینی سال 2021 زمانی گزارش به صف PSG چون فوتبال بازی آزاد 80 میلیون یورو را تشکیل داده بود. جان لویجی داناروما باشد زمانی گزارش از میلان به PSG در سال 2021 60 میلیون یورو نرخ بازاری داشته بود. دیوید آلابا باشد زمانی کوچیدن به پول از باواریا به ریال 2 سال پیش 55 میلیون یورو ارزش داشته بود. بعد آنکه که سود عالی اسپانیا پولهای ریال مادرید را دوباره برمیگرداند، باز هم آوازه و گپ و کلاچه ها اطرافی به مادرید آمدن جود بیلینگهم بیشتر می شوند. زیرا وقت پول پیدا شد پرس هم در بازار شری نر می شود. از جانب دیگر بر عوض پولی مصرف شده برای بیلینگهم می توان یک مارشروتکه پر از برزیلیانی نوکار را در کاستیلیا جابجا نمود. باید مخصوص اشاره نمود که ژورنالیست اسپانی رامون آلوارز دمون نویدهای خرسندی بخش را برای مخلصان بلانکوس افشا نمود. ادوکات‌های لاس بلانکوس در جنجال‌های سودی مقابل خدمات انداز اسپانیا غالب آمدند و یا به قول بچه‌های پشت چراغک در سیمای ادوکات‌های مادرید پراو برآمدند. این هم به پرونده دخل دارد که در سود عالی بررسی می‌گردید. پیشتر سود اینستانسی پایانی اسپانیا دسته مادریدی را به اندازه 90 میلیون یورو جریمه بسته بود و این هم پول‌های بودند که رئال میبایست از برای علاوه پولی‌های اگنت‌ها به خزینه دولت میسپارید. ادوکات‌ها اثبات کرده توانستند که این پول‌ها به اندازها دخل ندارند و از روی قاعده آنها را باید برگردانید. 90 میلیون یورو این خود ارزش ترانسفری جود بیلینگهم بوده. رسانه‌ها او را کیها باز به اسپانیا روان می‌کنند، ولی دقیقاً معلوم نیست که پرسی در هیلاگوم اینقدر پول را برای همشهری بکهم مصرف می‌کند یا که عموماً 3-4 بازیگری نو می‌آورد. به هر حال پیروزی سودی مادریدی‌ها تنتنه جشنی است که مخلصان ریال مادرید در تاجیکستان در عرفه جشن بین‌المللی نوروز از آن استقبال خواهند گرفت. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پیروز باشید.